به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که اون نیتی که من دارم و تجربیاتی که میخوام بدم برای خانواده ها، برای نوجوان ها، برای جوان ها، برای اونایی که درگیر مواد مخدرن مثمر ثمر باشه. من یه شخصی هستم که تقریبا 13 سال درگیر مصرف مواد مخدرم. با تمام نعمات و استعدادایی که خداوند به من داد، من کشیده شدم به سمت مصرف مواد. حالا اگه شما فرزندی دارین که این مشکل رو داره، یا خودتون دور از جونتون البته درگیر اعتیاد هستین، دوست دارم از تجربیات من استفاده بکنید. من ترک‌های موفق و ناموفق زیادی داشتم و دوباره تصمیم به ترک گرفتم. میخوام از تمام تجربیاتی که استفاده کردم چکیدش و ماحصل اونو به اشتراک بذارم و اولین نفری هم که این راه رو طی میکنه خودم باشم و در کنار شماها به صورت مستند از زندگی خودم، از تجربیات خودم براتون کلیپ تهیه کنم و اونو به اشتراک بذارم. این تا اینجای کار باشه. امیدوارم که حمایت شما و نظراتتون باعث دلگرمی بنده بشه و منم طعم زندگی رو، نه من که منی وجود نداره، ما دوستان همدرد، همه اونایی که درگیر مواد مخدر هستیم، این بلای خانمانسوز، این دشمن زیرک زندگی، بتونیم از این راه نجات پیدا کنیم. ممنون میشم. کلیپ‌های بعدی رو از دست ندید. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که اون نیتی که من دارم و تجربیاتی که میخوام بدم برای خانواده ها، برای نوجوان ها، برای جوان ها، برای اونایی که درگیر مواد مخدرن مثمر ثمر باشه. من یه شخصی هستم که تقریبا 13 سال درگیر مصرف مواد مخدرم. با تمام نعمات و استعدادایی که خداوند به من داد، من کشیده شدم به سمت مصرف مواد. حالا اگه شما فرزندی دارین که این مشکل رو داره، یا خودتون دور از جونتون البته درگیر اعتیاد هستین، دوست دارم از تجربیات من استفاده بکنید. من ترک‌های موفق و ناموفق زیادی داشتم و دوباره تصمیم به ترک گرفتم. میخوام